یک زن تاجیک در شبکه‌های اجتماعی یک نوار گذاشت که در آن از رفتار یک کارمند فرودگاه ژوکووسکی شهر مسکو شکایت کرده است. با گفته او آنها می‌خواستند 4 کیلو بار را به پول توسط یک هموطن دیگری خود فرستند، اما آن کارمند که خودش هم تاجیک بوده است اجازت نداده است و برعکس طلب کرده است که برای بار پول سپارند. خیلی تاجیکای ما را که اینجا دمیان کار میکنن چون کی میگیرن در نمی 4 کیلو را روی کنه باید که سوم بته میاره برای سوم این نمی بچه سوم بته مرا میگه برای سوم شیده چون تیکا میکنن ایمان شونه میفروشن برای سوم شیده نه خاک تاجیک ختم خیلی 4 کیلو را بعد یک کس دیگه گذراندیم گرداندش که نه باید مرا سوم بتیم بعد شما بگذاریم. این بار اول نیست که مهاجران تاجیک در روسیه از رفتار نادرست هموطنانشان شکایت میکنند. پیشتر هم نوارهای نشر شده بودند که در آنها شهروندان تاجیکستان میگفتند که بعضی همدیاران آنها را فریب دادند یا حق مهنتشان را ندادند. این نوار در شبکه‌های اجتماعی واکنشی زیاد به وجود آورد. بسیاری از آدمان علمدار میگویند که چنین رفتارها باعث جدا شدن تاجیکان از یکدیگر میشوند. آنها میگویند که این گونه عملها نه تنها ملت را به پیش نمیبرند بلکه برعکس تاجیکان را پراکنده میکنند. وقتی که مردم یکدیگر را دستگیری نمیکنند ملت ضعیف میشود و دیگر ملت‌های بیگانه میتوانند از این سستی استفاده برند تا با تاجیکان مناسبتی بد کنند. حتی حکومت‌ها نیز میتوانند از پراکندگی ملت تاجیک استفاده کنند و آنها را به های ناسالم یا نادرست خود استفاده برند.